وزن کلمات. برای وزن کلمات ابتدا حداقل 2 هم خانواده برای اون کلمه می نویسیم. مورد دوم 3 حرف اصلی کلمه یا ریشه کلمات استخراج باید بشن. تمام کلمات عربی حروف ریشهشون 3 حرفیه، نه بیشتر نه کمتر. وقتی 3 حرف اصلی رو خارج کردیم ما بقیه حروف میشن حروف اضافه و اینا رو جدا میکنیم. داشته باشیم. نکته 4 3 حرف اصلیه یا همون مادر فعل ها که میشه فعله رو به جای 3 حرف ریشه جایگزین میکنیم در جدولی که تعداد حروفش با تعداد حروف کلمه اصلی برابر هست. خب امیرعلی، شما وزن کلمه حامد رو بعد از اینکه چند تا کلمه هم خانواده در آوردی 3 حرف اصلی شد ح م د، یک جدول با تعداد حروف حامد تشکیل دادی. 4 حرف میشه 4 خانه. کلمه اضافه که همون الف می باشه رو سر جای خودش تکرار کردی. کلمه حرف الف رو که اضافه هست تکرار کردی. مادر رو که 3 حرف بیشتر نیست رو توی جاهای خالی جایگزین کردی. وزنی که استخراج شد وزن فاعل. کلمه قاتل چند حرف اول بگو؟ 4 حرفه. 2 تا هم خانواده براش پیدا کن. کمکت کنم؟ مقتول، قتل، حالا تا اینجای قضیه هم اومدم کمکت کردم. حالا حروف اصلیشو پیدا کن. چی؟ قتل. جدا از هم بنویسش. ق ت ل. میشه پایین ق ت ل حرف اضافه رو بنویسی؟ مال قاتل الف. خب حالا جدول بکش و جاسازی کن. خب 3 حرف اصلی قاتل قتله، حرف اضافه الف، یه جدول 4 خونه‌ای تشکیل دادیم و وزن فاعل از قاتل استخراج شد. آره مادر رو بنداز توی جای خالی. بنویس چی بوده. فاعل. اوکی. میتونیم از این وزن خارج بشیم بریم وزن دیگه؟